درود بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی برای روز 9 ایول از استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. خبرهای مهم و نوی تاجیکستان و جهان بخشی اصلی برنامه است. نگاه به سرخط خبرها. در پی انتقاد دونالد ترامپ از رهبران ایران، نظامیان امریکا موج نوی حمله ها به جمهوری اسلامی را راه اندازی کردند. آنها بیمارند، حالشان درست نیست. ما به آنها گفتیم که رفته مراسم دفن را به جا آورید. به جای این دیروز آنها موشکباران کشتی ها را آغاز نمودند. منصبداران تاجیک میگویند توجه شرکت های خارجی به کانهای معدن و مینرال های نادر تاجیکستان افزایش یافته است. بیشتر سرمه و طلا جستجو میکنند. 68 تا سپارش گئولوژی یعنی که در 6 ماه اول سال 2026 گذشته است. هم تیر خورد هم کسی برای این عمل جوابگر نشد. خانواده در بلجوان از حکم دادگاه ناراضی‌اند. ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا یا خود سنتکام اطلاع می‌دهد که شب گذشته در مناطق ساحلی ایران تخمیناً 90 هدف را مورد آتش قرار داده است. خبرگزاری فرانس پرس از قول فرماندهان آمریکایی آورده است که در نتیجه این عملیات پایگاه‌ها و انبارهای موشکی و پهپادی و راه‌های اکمالات نظامی در جنوب ایران زیان دیدند. رسانه‌های ایرانی ادعا دارند که بر اثر حمله‌های اخیر کمش 3 نفر به هلاکت رسیده است. در این باره همکارم اسکندر خواجه‌میرزاده تفصیلات بیشتر دارد. نظامیان امریکا تاکید میکنند که بعد از اظهارات پرزیدنت دونالد ترامپ درباره تمام شدن سازش با ایران، جمهوری اسلامی هدف حمله های نو قرار گرفت. ترامپ روز 8 ایول در انکره در حاشیه نشست رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو با اشاره به حمله های ایران به کویت و بحرین، رهبران جمهوری اسلامی را فریبگر و دروغگو نامید. آنها بیمارند، حالشان درست نیست. ما به آنها گفتیم که رفته مراسم دفن را به جا آورید. به جای این دیروز آنها موشکباران کشتی ها را آغاز نمودند. از این رو شب گذشته ما به آنها اصابت وزنی رساندیم، تخمیناً 20 برابر بیشتر از حمله های آنها. ستاد مرکزی نیروهای مسلح امریکا یا خود سنتکام در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که ضربه‌ها به ایران با هدف تأمین نمودن روهای آزاد کشتی‌ها در گلوگاه هرمز راه‌اندازی شده‌اند. رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که شب گذشته ترکیش‌ها در شهرهای بندری بندرعباس، کنارک و چابهار جای داشتند. همچنین بعضی از منبع‌های مستقل درباره ترکیش‌ها در ولایت سیستان و بلوچستان جنوب ایران گزارش دادند. تا زمان نشر این گزارش یگان خبری درباره اقدام‌های جوابی ایران به این حمله‌ها نشر نشده است. ایالات متحده شب سه‌شنبه و چهارشنبه ایران را با حمله به 3 کشتی تجاری هنگام گذشتن از گلوگاه هرمز متهم نموده پایگاه‌های ساحلی ایران را هدف قرار داد. همزمان با آن امریکا مجوز بین‌المللی فروش نفت ایران را بی‌اعتبار کرد. حوادث اخیر جدی‌ترین بحران از زمان امضای اعلامیه تفاهم ایالات متحده آمریکا و ایران ارزیابی می شود. بر پایه این سند که ماه ایون امضا شده است، در مدت 60 روز دو جانب باید دشمنی ها را کنار گذاشته روهای آزاد کشتی ها در هرمز کفالت داده می شد. دیروز در پی انجام نشست رهبران ناتو، دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به آمریکا برگشت. همکارم خیرامان بقازاده در یک تماس ویدیویی با سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا الیزابت ستیکنی که همچنین در انکره قرار دارد خواست نتیجه نشست ناتو را خلاصه کند. سلام بر شما و بر بینندگان محترم رادیو آزادی. به گفته پرزیدنت ترامپ نشست ناتو بسیار موفق بوده. ما می‌خواستیم که کشورهای عضو ناتو هزینه‌های دفاعیش را افزایش بدهند و همه کشورهای عضو ناتو تعهد کردند که هزینه‌های دفاعیش را افزایش بدهند. همکارم از خانم الیزابت پرسید که در این جلسه آنگونه که پیش بینی میشد در رابطه با اصلاحات استراتژی آینده ناتو اتفاقی نظری به دست آمد. ائتلاف ناتو باید برای هر نوع تهدید آماده باشد و مهم است که برای رسیدن به این هدف
ما بیشتر همکاری کنیم. بنابراین همه کشورهای عضو ناتو به این همکاری تعهد کردند. هفته گذشته در واشنگتن جلسه مهمی وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا سیراج‌الدین مهرالدین و مارکو روبیو برپا شد. اظهارات رسمی را ما دیدیم، ولی چنین به نظر می رسد که همکاری در ساحه استخراج معدن در این گفتگو مهمترین بخش بود و از جمله برخی مطالب هم نشر شد که طرف‌ها در زمینه استخراج سرمه به هم موافقه آمدند. همکارم از خانم الیزابت پرسید که تا کجا این درست است. وقتی که در مورد آمریکا و تاجیکستان صحبت می‌کنیم، در مورد فرصت‌های همکاری صحبت می‌کنیم و همون قسمی که شما گفتین هفته پیش وزیر کارهای خارجه آقای روبیو با وزیر کارهای تاجیکستان در واشنگتن دیدار کرد و آنها در مورد گسترش فرصت‌ها صحبت کردند. هر دو کشورمون علاقمند به گسترش همکاری تجاری، همکاری امنیتی و همکاری بهداشتی هستند و هم موضوع معدن‌ها مطرح شده، ولی بهتر است که در مورد جزئیات این گفتگوهای خصوصی صحبت. همکارم خیرامان بقازاده از الیزابت پرسید که یعنی هنوز مشورت‌ها ادامه دارند؟ تا جایی که من میدونم این موضوع معدن‌ها مطرح شد، ولی بهتر است که بیشتر در مورد جزئیات صحبت نکنم. تشکر از الیزابت ستیکنی. بینندگان ارجمند، سخنگوی دپارتمنت دولتی آمریکا با سوالهای رادیو آزادی پاسخ داد. اگر شما هم در این مسئله نظری دارید، در صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی با بحث همراه شوید. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. در تاجیکستان جستجوی کان‌های نوی معدن و مینرال‌های نادر و آموزش آنها افزایش یافته است. سریدارای گئولوژی تاجیکستان میگوید حالا ده‌ها شرکت داخلی و خارجی به کارکرد معدن و مینرال‌های نادر تاجیکستان مشغولند. توجه شرکت‌ها به کارکرد کان‌های سرمه و طلا بیشتر شده است. براد یوسفی و علیشیر ظریفی به نشست مطبوعاتی سریدارای گئولوژی رفتند و این گزارش را آماده نمودند. در سریداره گئولوژی از بیشتر شدن توجه به استخراج معدن در تاجیکستان خبر دادند، ولی الهامجان اوی محمدزاده رئیس این نهاد در نشست خبری در دوشنبه گفت شروع کارهای آموزشی از سوی شرکت‌ها ترتیب خاص دارد و وقت می‌خواهد. 68 تا سپارش گئولوژی یعنی که در 6 ماه اول سال 2026 گذشته است. این منصبدار تاجیک دقیق شرح نداد که کدام شرکت‌ها در این مدت به آموزش و استخراج معدن‌ها در تاجیکستان فرا گرفته شدند. یک نماینده این نهاد که نخواست نامش ذکر شود افزود، مراجعت شرکت‌ها نسبت به 6 ماه سال گذشته 20% زیاد شده، توجه بیشتر به استخراج سرمه و طلا است. سرمه را در ساحه انرژی برقرار شونده از جمله در استحصال بطری‌های آفتابی و همچنین ماشین‌های حربی هم به کار می‌برند. رئیس سریداره گئولوژی هرچند آمار استخراج معدن‌ها را به صلاحیت وزارت صنعت گذاشت، از چند شرکت و کان نام گرفت. از جانب شرکت‌های چینی و آمریکایی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تنها از جانب شرکت ایسا مینرالز با کارهای استخراجی در کان نقره یک جلوه عملی کرده می شود و دیگر است این شرکت مشترک است، شرکت رشد خیتو انرژی. این با آموزش یعنی که معدن لیتی مشغول است. این شرکت مشترک است و در مجموع آن اجازتنامه‌هایی که از جانب مقام وکالتدار دولتی داده شده است، در مجموع همه شرکت‌های وطنی هستند و اون بعضی شرکت‌های هستند شرکت‌های مشترک هستند. استخراج معدن یک بخش مهم اقتصادی تاجیکستان است، ولی به نظر مقامات رشد این بخش به سرمایه‌گذاری خارجی مشکل است. بعضی از اقتصاددان‌هایی که رادیوی آزادی با آنها هم صحبت شد، از آن نگرانند که دوشنبه در این ساحه نیز بیشتر پایبند یک یا دو کشور مانده است. اشاره آنها به حضور گسترده شرکت‌های چینی در بخش استخراج ثروت‌های طبیعی تاجیکستان است. در حال حاضر کلانترین کان‌های استخراج معدن در کشور از جمله کان‌های طلا و نقره در اختیار شرکت‌های چین است.
раис ҷумҳури тоҷикистон рӯзи 7 июл дар ноҳияи айнии вилояти Суғд корхонаи металлургии сурмаро ба истифода дод, ки марбут ба ширкати Талко Голд аст. ҳарчанд мақомот ошкоро намегӯянд, бахше аз самияҳои ширкати Талко Голд аз соҳибкорони чинист ва дар рӯзи 7 июл дар канори раисҷумҳури Тоҷикистон баъзе аз мутахассисони чинӣ ҳам дида шуданд. дар саридораи геологияи Тоҷикистон аз гуфтани саҳми ширкатҳои хориҷӣ дар истихроҷи маъдан худдорӣ намуданд. додгоҳе дар вилояти Хаталон як ҷавонро ки ба тирандозӣ ва маъюб кардани сокини ноҳияи Балҷивон Сайфиддин Ҳайдаров муттаҳам буд ба сабаби беморӣ аз ҷавобгарӣ озод кардааст. Сайфиддин Ҳайдаров ва хонаводааш мегӯянд бо ҳукм розӣ нестанд ва аз рӯи он ба зинаҳои болоии додгоҳ шикоят мебаранд. дар ин бора ҳамкори мо Муҳаммад Вафо Ризозода гузориш медиҳад. сайфиддин Ҳайдаров сокини 44-солаи ноҳияи Балҷивон ки дар як тирандозӣ аз сараш захмӣ ва маъюб шуд, чанд моҳ боз рӯи ҷогаҳ хобидааст. ӯ дар ин ҳодиса Фазлиддин Қурбоновро гунаҳгор медонад. аммо додгоҳи ноҳияи Темурмалик дар аввали моҳи июн ӯро аз ҷавобгарӣ озод намуд. додрас гуфтааст, Фазлиддин Қурбонов бемори равонист ва бояд дар шифохона муолиҷа гирад. ин хабар Сайфиддин Ҳайдаров ва наздиконашро ба хашм овард. مگر نامکلف رو حکومت ناحیه تیمورملک سپاسنامه مگر نامکلف مکتب عالی خط میکنه مگر نامکلف در جای حادثه یعنی در جایی که مرا پروند مرا بازپرسی میکنه مگر نامکلف یاری کمک اولیه طبی تشکیل میکنه البته که من به این روز نیستم. فضلالدین قربانوف ماه ینور امسال دستگیر و با قصدن رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی گمانزد بود. پیوندان در دادگاه گفتند او در سالهای 2009 و 2014 در شفاخانه بیماری‌های روحی در ناحیه رودکی طبابت گرفته است و از آن زمان زیر نظارت پزشکان است. سفرمایی نمازلی همسری سیفالدین حیدروف میگوید با این سخنها راضی نیستند و برای به گفته‌اش تنتنه عدالت به زینه‌های بالایی دادگاه و مقامات بلندپایه نامه فرستادند. ای محترم جناب عالی پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملت خواهش میکنم با رستم امام علی با اپای آزادمو که هم قضیه شوهر مرا تحت نظارت خود بگیرن مقصد جدی بیننش هیچ شرایط نداره شوهر ما این اپیرات داره ای پیش بو یکم کمک نمیرسه. حادثه ماه دکبر سال 2025 در ناحیه بلجوان رخ داده است. سیفالدین حیدروف میگوید در جستجوی اسب‌هایش به زمین‌های فیض‌الدین قربانوف وارد شد و دومی او را دزد گمان کرده از کمان شکاری پراند. حالا یک طرف بدن سیفالدین حیدروف فلج شده، پزشکان او را معیوب گروه یکم شمردند. خودش و نزدیکانش میگویند تا سببگار معیوب شدن یگانه نان آور خانه جزا نگیرد آرام نخواهند شد. و حالا به موضوع دیگر برمیگردیم. نزدیکان سید عمر حسینی معاون زندانی رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از ادامه فشار به او و وضع ناخوب سلامتیش در محبس شکایت دارند. حسینی 65 ساله است و با عیبنامه‌های به گفته نزدیکان و جانبدارانش به اساس به حبس عمرباد محکوم شده است. محمد اقبال حسینی پسر سید عمر حسینی روز 9 ایول بر رادیو آزادی گفت پس از جراحی ستون مهره درد پایهای پدرش دوباره خروج کردند و فشار خون نیز او را همواره اذیت می‌دهد. به قول او شرایط زندان و ناراحتی‌های دوامدار وضعیت سید عمر حسینی را بدتر کرده است. مسئولان ریاست زندان‌های وزارت عدلیه به زنگ‌های خبرنگار رادیو آزادی پاسخ ندادند. آنها در گذشته هر گونه فشار بر نمایندگان زندانی مخالفان را نپذیرفته بودند. عبدالستار بابایف رئیس کمیته شهروندی نجات گروگانان شکنجه حیید و حسینی را محکوم کرد. نباید که اینها وقتی که حکم ابد میگیرد یک زندانی برای او از دیگر جزای سنگین نیست. چرا که باید اینها فشار بیارن؟ چرا اونا فکر نکنند که اینا هم انسان هستند مثل اینا و اونا هیچ شامل اونا هیچ وقت هیچ گناهی نکردند. تنها گناه اونها اون فعالیت‌های سیاسی اونها بود. اینا همه میدونن، حتی خود همون کارمندان زندان و مقامات‌های بالا تا دیگر رهبران حکومت میدونن که جرم اینها فقط فعالیت‌های سیاسی اینها بود.
سید عمر حسینی که از سال 2010 تا 2015 وکیل پارلمان تاجیکستان بود، ماه سپتامبر 2015 و در پی یک آشوبی به گفته مقامات نافرجام در دوشنبه دستگیر شد. دیرتر او را به حبس ابد محکوم کردند. محمد علی حید نیز با عین اتهام حکم ابد گرفت. سازمان‌های بین المللی این حکم را سیاسی و بی‌اساس دانسته بودند. سپاس که برنامه را تماشا کردید. اگر خواهید که از خبرهای روز بی‌خبر نمانید، سامانه آزادی ارگ و صفحه‌های رادیو آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و ایکس را پیگیری کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.